اگه دنبال بهترین اتچمنت های سیزن جدید واسه بتل رویال هستی، این ویدیو راست کار خودت. سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. من امیرعلی هستم و اینجا چنل خودتون شادو کپتن هستش. امروز بهترین اتچمنت های این سیزن رو براتون آماده کردم. بهترین رایفل، بهترین شاتگان، بهترین SMG و بهترین اسنایپ های داخل بازی. بچه‌ها قبل اینکه بریم اتچمنت ها رو بهتون نشون بدم، لطفا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، خیلی به من انرژی میدید. قبل اینکه بریم اتچمنت رو بهتون نشون بدم، میاد داخل تنظیمات رو به صورت قدیم میکنید، میایم بیسیک و ترویال. شما میاید پایین قسمت ساینس ADS FOV تو اسکوپ زوم. شما اگه اینو آن کنید خیلی به ایمتون کمک میکنه. وقتی ایم میگیرید صفحه ایمتون کوچیک‌تر میشه، به اصطلاح اینجوری میشه. شما میاید پایین اینجا FOV range first person only رو روی 82 بین 82 تا 85 قرار میدید. نسبت به بازی خودتون اینا تنظیمش کنید که بتونید راحت‌تر انمی رو ببینید و ایم بگیرید روشو بهش تیر بزنید. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها شما روی هر اتچمنتی که بخواید، مثلا اسکوپ یا رد دات بذارید، میاید اینجا، میاید تو این بخش. شما اگه این اینا شما گزینه بالایی بزنید، این نقطه وسط رد داتتون رو کوچیک بزرگ میتونید بکنید. هر چقدر پایین‌تر باشه کوچیک‌تره، حتی بیشتر باشه بزرگتره. شما گزینه پایینی هر چقدر این اندازه اسکوپتون هستش، هر چقدر پایین تر باشه اسکوپتون بزرگتر، هر چقدر بیشتر باشه اسکوپتون کوچیک‌تره. بریم سراغ اتچمنت ها. خب بچه بریم سراغ اولین اتچمنت. بذارم جایی، چون اولین اتچمنتی که میخوام به شما بدم اتچمنت AK47 بدون لگد هست. شما میتونید خیلی راحت تر کنترل کنید این AK47. میایم تو قسمت برل مودبلسی مارکسمن رو میذاریم، میایم ری گریپ اینو میذاریم، میایم گریپ رنجر فور گریپ رو میذاریم، میایم مازل اینو میذاریم، میایم. خب بچه شما الان اتچمنتی دارید که هیچ لگدی نداره، رسما بدون لگده. شما اگه خواستید فایر ریت بیشتری داشته باشین میتونید روش خشاب بذارید. اگر خشاب بذارید دمیجتون رو پایین میاره، دمیج AK47 شما. کارتون راحت‌تر باشه شما میتونید، چون یک اتچمنت خالی داره، شما میتونید یک رد دات برای گانتون بذارید. میاید تو اپتیک کلاسیک رد دات رو میزنید، میاید اینجا و این از گان AK47. بریم سراغ گان بعدی که AK117 هستش. شما بیشتریتون AK117 متیک رایگان رو گرفتید و نیازی به رد دات نداریم. AK117 میایم قسمت مازل، میایم اینجا. شما قسمت مازل که اومدیم میایم پایین MIP لایت مازل بریک رو میذاریم. میایم تو قسمت برل OWC مارکسمن رو میذاریم، میایم توی خشاب 48 تایی میذاریم و میایم توی گریپ تاکتیکال فور گریپ A میذاریم و میایم توی ری گریپ اینا میذاریم. بچه این الان بهترین اتچمنت AK117 هستش که شما میتونید داشته باشید. شما پرکایی که میتونید روی رایفل میتونید بذارید این هستش. این رو تمام گان هایی که دستتونه بذارید، این خیلی خوبه.
این برای لگدگیریه، اینم دمیجی که به هد وارد میکنه 1.5 برابر بیشتر بشه. من پیشنهادم به شما این پرک هستش. شدت گانه خود. بریم سراغ گانه بعدی. گانه بعدی مکتن یکی از بهترین SMG ها هست. شاید بگید که فنک بهتر، اما مکتن به شدت هیپ فایر ریت خیلی خوبی داره. میایم تو قسمت برل اینا میذاریم، میایم تو قسمت استوک اینا میذاریم، میایم تو قسمت لیزرم اینا میذاریم، میایم تو قسمت خشاب 53 تایی میذاریم، 53 تایی میذاریم و میایم تو قسمت ریر گریپ. این ریر گریپ رو میذاریم. اگه شما به یک شاتگان یعنی شاتگان پلیر جلوتون یه اسلاید بک بزنید بگیرید گانه ولی من خیلی بهتون این رو پیشنهاد میکنم. بریم سراغ گانه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم آریوس هستش که سیزن میخواد لژندری رایگانش وارد بازی بشه. اول قسمت مازل MIP لایت فلش گاردو میذاریم. قسمت سلمان وایسین ما اینو رو کنسلشون کنم. میایم تو قسمت برل آرتیسی رو میذاریم. قسمت استوک میایم تو قسمت استوک که آمدیم نو استوک میذاریم. میایم تو قسمت لیزر MIP لیزر میذاریم. MIP لیزر رو که گذاشتیم میایم تو قسمت گریپ مرک فور گریپ رو میذاریم. میایم تو قسمت خشاب 50 تا رایگانش قرار بود این سیزن بیاد. من برای شما برای بطه رویا کارو براتون در میاره. اگر مکتن رو بکشید خیلی بهتره. اگر خیلی میتونه بهتون کمک کنه. بریم سراغ اتچمنت بعدی که داداشم آقای کریم هستش. کریم آقا میایم. کریم کجاست؟ کریم اینجا. اینو میزنیم تو قسمت مازر چوک میذاریم. تو قسمت برل اینو میذاریم. تو قسمت لیزر اینو میذاریم. تو قسمت گریپ تاکتیکال فور گریپ ایو میذاریم. تو قسمت ریر گریپ همین اولی بود. چون این بهترین اتچمنت کیارمی که شما میتونید داشته باشید. شما تقریبا میتونید باش وانشات کنید. فاصله دور باید این بگیرید. وقتی این بگیرید تقریبا اتچمنت به شدت خوبی هستش. برای کیارم خیلی اتچمنت خوبی. من خیلی باشه وانشات کردنش خیلی خوبه. هیچ برکن روش ننداختم. خب بریم سراغ اتچمنت بعدی.
اتچمنت بعدی که میخوام شما بدم اچس هستش. اچس اتچمنت های مختلفی داره، به شدت اتچمنت های مختلفی داره. شما مازل چوک بذارید، برل آرتیسی بذارید، لیزر MIP لیزر بذارید، گریپ استرایک فور گریپ رو بذارید و ریر گریپ اینو بذارید که این سیزن خیلی خوب شد. این گان بهترین اتچمنت اچس هستش، چون اچس از شش هستش که دمیجش اومده خیلی اومده پایین. ایم این شاتگان با این اتچمنتی که من براتون گذاشتم زیاد خوب نیست، باید هیچ باید بیشتر بهتون جواب بدم. شما اگه پرک روش بندازید خیلی این فاصله دورتری باهاش وان شات. به این سراغ اتچمنت بعدی که اسنایپ جدیدی که به بازی اضافه شد، تری لاین. خب شما میایید برای تری لاین مازل اینا میذاریم، برل کدومو بذارید؟ برل اینا بذارید. بعد حتما پرک FMJ بذارید، استوک این بذارید و یک خشاب عادی هم بذارید روش. این اسنایپر خیلی خوبیه. سرعتش رو به خیلی خوبی داره. بریم دمیجش رو بهتون نشون بدم. خب تو سر 320 تا 152 تا 152 تا 96 تا 6 تا. خب خیلی ممنون که ویدیو رو من رو تماشا کردید. بریم بیرون، من بیرون با تو صحبت کنم. خیلی ممنون که ویدیو من رو تماشا کردید. به حمایتتون خیلی نیاز دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب برای فراموش نشه. اگر دوست دارید 10 گانه برتر این سیزن موتی هم براتون آپلود کنم، لطفا تو کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنون. خداحافظ.